در مسافه 3 کیلومتر برنده جای اول ظریفوف دلشاد. برنده برای اشتراک فعالانه در مسافه 5 کیلومتر در دو ملی، مسافه از همه درازترین، خالق شهرام برای اشتراک فعالانه. برای اشتراک فعالانه در این مسافه با سراج‌الدین شمسیدی برای اشتراک فعالانه در این مسافه سیف‌الدین زاده رؤوف. نهایتاً برای اشتراک فعالانه در این مسافه شایف احمد اشتراک فعالانه. غالبان دوی ملی در مسافه درازترین 5 کیلومتر کریم زاده اکمل برای اشغال جای سیوم. برای اشغال جای دوم در همین مسافه کامل زاده خدایا. برای اشغال در همین مسافه در دو مسافه امروزه ظریفوف دلشاد برنده جای اول در مسافه 5 کیلومتر. همزمان ظریفوف دلشاد با گفته نماند که غالب ماراتون بین المللی شنغهای در شهر دوشنبه می باشد. دوستان عزیز، برای مساعدت در تطبیق سیاست دولتی جوانان و ورزش سهم نظر گذاشتن در چهاربینی دو ملی بخشیده به روز جوانان، هیئت کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی نوحیه و سرداری عظیم‌زاده آیت الله، کارمندان بازرسی دولتی اتومبیلی برای قبول سپاسنامه